به نام خداوند جان و خیرت. سلام و درود به پایان نثار یکایک شما همدیاران عزیز و دانش آموزان گرامی علاقمندان زبانهای خارجی. همگی شما را به افیر نوبتی امروزه خوش آمدید و خیر مقدم میگویم و درس هفتم است از سلسله نوارهای سلسله افیرهای ما از کتاب زبان ترکی، از کتاب استانبول. خب کی باشد؟ دلشاد تجه مرحبا öğretmenim. İlk like benden. Teşekkür ederim. Merhaba Dilşad. Lexi salamaka duyum like ve aleyküm salam. Hoş geldin. خب تشکر زیاد برای آمدنتون. Dilşad Tece, nasılsınız hocam? İyiyim elhamdülillah. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun öğretmenim. Mama Blogger TC çorum like teşekkür ziyad. Mama Blogger TC تشکر میکنیم از شما و از دسترخوان زیبا که گفتند که امروز باز خیلی دستگیری کردین ما را. یک جهان تشکر زیاد. دوستان گرامی، این کانال ماما بلاگر تیجی است و کدامی که در این کانال نباشند میتوانند که در آمده پیوست شوند و آبونه شوند. بسیار انسان خوب هستند و دستگیری میکنند نه تنها ما را، یعنی زیادی از برادران و خواهران رو دستگیری میکنند و منتظر هستیم از دستگیریاتون. ماما بلاگر تیجی من گوش دارم بخشش که نوشته نمیتونم. بخیر است انشالله. خوش آمدین برای آمدنتون و برای اشتراک و دستگیریتون. FBA World Teams سلام علیکم و علیکم سلام. خوش آمدین برادری عزیز. دسترخوان زیبا سلام به همه. سلام به شما نیز. هفتم لایک، تشکر برای لایکتون. چه حال دارین همه کسا؟ شکر خوبیم تنجیم. دلشاد تیجی خوش آمدین اپای زیبا. بلکسی علیکم سلام اپای زیبا. بلکسی خوش آمدید. ماما بلاگر تیجی خریب آمدیم بای هزاره. همین هزار کشیدین در سب 6 ساعتون ما را رکلام نکنین. شما با فیلم خیلی نشید کانالتون کشوندن. یکی 16 اپریل کشیدین علاقه 754 شدین. ماشاءالله بهترین. یعنی خوشحال هستیم، یعنی غمگین نیستیم که شما رو گذاشته. خوشحال هستیم. برعکس
ما یک سال و 4 ماه شد ولی نه 400 ایم. سلامت باشین پای زیبا. بلکسی پای زیبا، شکر خدا. شما چه خیلی؟ خب 4 نفر هستن. همون 4 نفره که زبان ترکی را خوب میدونن. خب 5 نفر شدن. میرویم به سراغ درس. خب در اینجا باشد، یعنی دوامی همون قسمت یکم است. ما بلاگر تجه 1000 زم هر روز صبح 6 میمونم همتون. انشاءالله. تشکر زیاد. بصیر 91 سلام و علیکم سلام. خوش آمدین آقای بصیر 91. کانال ما را نشان تیم استاد. کانال شما 1000 را گذاشت دیگه نیاز به نشانتی نیست که. یا پنزه میگن السلام علیکم و علیکم سلام. خوش آمدین آقای پنزه. دلشاد تجه میگن خوش آمدین آقای گلسره. دسترخوان زیبا و علیکم سلام. خوش آمدین آقای جان بصیر. یا پنزه میگن 8 لایک. دلشاد تجه. تشکر آقای پنزه برای لایکتون. دلشاد تجه. خوش آمدین آقای پنزه. بصیر 91 خوش باشین دوستان. منتدار. آشخانه با بسم الله. مرحبا مرحبا مرحبا. آباد باشین استاد. همه کسا انشالله خوب هستین. شکر خدا خوبیم. امروز اپای پنزه چخیلی گفتیم تا آخر افیر تو نمیستیم. چند بار در آمدم اکران سیاه های لیکن مردم صحبت دارن، چخچق دارن. دیگه ما اونجا ایستادیم گفتیم شاید که افیر گیرانه یا کامera خودش اون محکم شدگی یا که звук پس کردگی یا کار کردستانی یا همشون و هم خاطر همچون دستگیری یعنی ایستادیم تو آخیره. نمیدونم یا کی خاموش کردین چی را افیره. مرا کجا شد؟ مرا 8 موندن. لایک کردن از اودان اخی بسیار تشکر زیاد برای لایک موندنتون. آشخانه با بسم الله. دلشاد تجه. رحمت دادر. ماما بلاگر تجه. همتون خوش آمدید. من کم کار دارم. بسیار نوشته نمیتونم. بخشیش همتون سازین. انشالله که خوب هستیم. آشخانه با بسم الله. رحمت زیبا جون. بلکسی آشخانه با بسم الله. مرحبا. یه پنزه میگرن استاد ما راه با بودم اینترنت مرد. نه در راه بودم تو یاد دارم وقتی گفتین маршрутка از سور میشیم بعد یو قریب نیم ساعت پس بود 1 ساعت پس بود در اومدم حالی هم مردم چخچق دارن ایش به ایش. یعنی شما نبودیم به فکر مردم چخچق داشتن. 7 ساعت رفت تصفیر. بله ما هم سهر در اومدگیم کامپیوتر را نمیدونم ساعتی 1 بود یا 2 بود. 2 بعد یا بود خاموش کردم دیگه نمیدونم چند ساعت دوام کرد افیرش ما. ولوگ دیلیت تجه سلام استاد سازین انشالله و علیکم سلام. شکر خدا خوبیم. تنجین شما سازین. تنجین دلیا بانو خوش آمدین اپای دلیا. بلکسی رحمت. ولوگ دلیا همه کسا خوبین. من دسترخوان نقریبت دارم وقت نیست لایک میمونم میرم. خوب انشالله. تشکر برای لایکتون و آمدنتون. بلکسی اکا ساعتا تو چند کشید؟ ساعتا 900
900 چند بود این سر دیدم 900 برای فراموش کردم 940 بود یا که 30 بود خلاصه 900 گذاشته بوده دلشد تجه به همه را بار دیگر خوش آمدین آشخانه با بسم الله سلام استاد شما نظمی و علیکم سلام شکری خدا خوبیم تنجیم شما سازین تنجین یه 5 میگرند دخترها مکسا سازین تنجین فون KDF سلام علیکم و علیکم سلام خوش آمدین فوند دلشد تجه خوش آمدین فوند دستر خون زیبا و علیکم سلام خوش آمدید آشخانه با بسم الله اپای 5 خوش آمدین آباد باشه آشخانه زیبا جان بالا رو نو دیدم فوند دلشد آباد باشه خب دوستانی که باری اول از پیوستن درس زبانی ترکی است من یکی نیست شدم نکو ببخشید با حضور اپای 5 شما یعنی ماشاءالله هم کار بگیم هم اینترنت هم با خانه یعنی چند مسئولیت رو با دوش داریم میفهمیم شما را مرا هیچ چکه نمیگه خوش آمدی من خودم میگم خوش آمدی ماما جان ماما بلاگر تجه خوش آمده تشکر زیاد ماما بلاگر تجه دوستان گرامی ماما بلاگر تجه بسیار دستگیری میکنن نه تنها ما را همه را انشور دستگیری میکنن و برایشان موفقیت خواهان هستیم کسانی که در سایتشان نیستن در کانالشان نیستن میتوانند مهمان شوند عبدالله عبدالله آشیر سلام علیکم خوبتین برادر و علیکم سلام تشکر زیاد شما خوبین تنجین خوش آمدین آشخانه با بسم الله ماما بلاگر welcome yes welcome Black اگر ساعتاتو 1000 شوند بس 3000 دیگر در کار من دستگیریتون میکنم انشالله تشکر زیاد بلکسی فوند چی با سیلکن استه درس زبان ترکیه برادر فوند بهترین با پیش ماما جان خوش آمدین اکی عبدالله یه 5 میگران شکر اپا جانی بسیر سازی تینجه شما عبدالله اشیر تشکر دوستم خوبم خب دوستان گرامی فکر میکنم کفایه است کامنت خواندن میرویم به سراغ کتاب اپای بسیر 91 ها برابر هر دمان با مرا پیر کردین 15 جون اپا نگو ما بلوگ اتجه رحمت به همتون شوخی کردن پرستان همه را 15 جون بسیار گفتن به خیلیم آمده انشاءالله به خیلیتون همه را خوش آمدید میگم تمام بسیر جون خب دوستان گرامی چخیلی گفتیم قسمت یکم است یعنی دومی قسمت یکم یا بخش یکم یعنی یونیته بیر یعنی به زبان انگلیسی یونیت 1 به زبان ترکی قسمت یکم مرحبا ما گفتیم هم مرحبا گفته می شود و هم مرحبا قسمت بی یعنی قسم بی ما قسم ای رو تمام کردیم و قسم ب دا آمدیم الفابه خب بسیر نموده همه توری یوتیوب حرمت نداره دوستان تیوی السلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام و رحمت الله دوستان تیوی خوش آمدین 15 ماما جان گلم دوستان تیوی استاد سازین شکری خدا ساز شما سازین تنجین خوش آمدین تشکر برای آمدنتون خب الفابه همون یعنی الف با به زبان تاجیکی الف با به زبان انگلیسی alphabet
alfabet. Dil bilgisi. Dil bilgisi. Dil bilgisi grammatika мешавад. Dil bilgisi grammatika. Ё ба забони тоҷикӣ маслан дастурзабон. Дастурзабон. Грамматика дастурзабон. Қоидаҳои забон. Ба забони арабӣ сарфу наҳв ё қавоиду луға масалан. Қавоиду луға. Дил забон мешавад. Дил забон. Дил билгиси қоидаҳои забон. Агар тарҷума кунем қоидаҳои забон. Дастур забон. Аммо дар якҷоягӣ метавонем грамматика тарҷума кунем. Дил билгиси ҳамон грамматика. Туркчеде. Туркчеде. ҳама кас аст сози напавакаҳо. Шукри худо хубем тенем дилшод теҷа шукри худо созем. шумо чӣ акай дӯстон? устод як савол диҳам мумкина? Бифармоед дӯстон, вақтмон камтарай. То 8:40 давом метем. яъне 8:23 шуд. бифармоед ягон савол оиди мавзӯи ҳамин дарси забони туркӣ бошад, бифармоед. гӯш мекунем. хуб до саволот додана. Туркчеде. Туркчеде 29 ҳарф вардор. 29 ҳарф вардор. Мегӯяд дар забони туркӣ ё ки туркида дар забони туркӣ 29 ҳарф ҳаст. яъне вуҷуд дорад, ҳаст. Вар ҳамон ҳаст мешавад, аммо бидуни дир ҳам дуруст аст ҷумла. Масалан туркчеде 29 ҳарф var. Türkçede 29 harf var. Yok ki mesela mağazada ekmek var. Yok bende kitap var. Yani man kitap has mesela. Ama eğer dir guftem fakat baroy ta'kid است. Yani mesela ta'kid میکنه ki همون جمله yani 100% yani واقعیت داره. مثال گپ در زبان تاجیکی میتونیم که هست، میتونیم بگیم که نون. خب دیگه در زبان تاجیکی شاید که توری نگیرد این چیز مثلا، اما همین قدر فهمیم که ترکچه‌ده 29 حرف var یعنی هست، vardır نیز هست مثلا. دوستان تیوی من تو رو دوست میدارم با زبان ترکی و عربی چی میشود اگر تونید نویسید استاد. Ba zaboni Türkî mesela ben seni seviyorum. Ben seni seviyorum. İnce dostane hastan ki zaboni Türkî khatime nevisen. Dilşod TC Black Sea dünya vorda agar ince boşen ba zaboni Türkî nevisin. Ben seni seviyorum. Ben seni seviyorum. Ben tro dost medaram. Ama ba zaboni Arabi ana uhibbuk. Ana uhibbuk. Xo'p, xushbaxtiyim va salom. Va alaykum salom. Xushbaxtiyim va xush omadin. همیشه خوشبخت باشین. اوز تیجه سلام و علیکم سلام، خوش آمدین. اوز تیجه دوستان تیوی آشخانه اپاش زنده باشین اپا جان. اوز تیجه آب نشوین دمن. خب اوز تیجه ben seni seviyorum. بله همین نوشته میشه ben seni seviyorum. Басир Намадияк дилшод ягон хеши тиче мешин чи ҳамаро хушомаден дорен. хушбахтӣ ва раҳмат, хушбахтӣ мо хуш бошен. Xo'p. Chaqala guftем дар забони туркӣ 29 ҳарф ҳаст ва дар инҷо бошад bunların 8'i ünlü. 8'i ünlü harf. Yani bunların 8'i ünlü harf, 21'i ünsüz harftir. Harftir. Mesela az haminho, همون 29 harf رو در نظر دارد. از haminho 8 تایش صدانک هست. ünlü harf صدانک میگن. یعنی حرف های صدانک. ünlü صدانک، ünsüz هم صدا. Ünsüz ham sado. Ama در اینجا حرف تیر آمده است. حرف تیر. به کدام خاطر حرف تر نآمد؟ به خاطر که این کلمه اصلش ترکی نیست. کدام کلمه ای که اصلش ترکی نیست از قاعده های تیر تر داخل نمی شود.
خب این موضوعها رو کسانی که زبان ترکی رو میدونن اونها میفهمن. برای نوآموزان در درس های بعدی این موضوع رو خوب شرح میدیم انشاءالله. اوستج 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 برادری عزیز در اینجا درس رفتستای خواهش میکنیم یعنی جای شناسایی دیگر جا کابت پیدا کنید یا اینکه منتظر شوید در اخیر افیر هر درس یکمی وقتی صحبت داریم. سیر و گشت تیوی استاد دیر کردن قریب نه انشاءالله خوش آمدین سیر و گشت تیوی. خب یعنی از همین 29 حرف 8 تاش صدونوک و 21 تاش همصدو است. خب یک بار میخونیم اینها رو با فیلم که در این کتاب در اول نخونده بودیم. خب کسانی که نوآموز هستن اینها برایشون خیلی مهم هستند و کسانی که کم بیش میدونن زبان ترکی رو دیگر اونقدر مهم نیست. این آ ب ج ج. خب دوستان این حرف در زبان انگلیسی سی خوانده می شود، سی A B C C، اما در زبان ترکی ج خوانده می شود، ج. دیگر در زبان روسی و تاجیکی نیز س خوانده می شود، ج چ چ چ چ. خب این حرف برای ما تاجیکان و روس زبان ها آسان است طرز تلفظش، بخاطر که در زبان تاجیکی و روسی نیز حرف چ موجود است. د د د ا این حرف گاه ا خوانده می شود، گاه قریب به آواز ا را دارد. مثلا کلمه بن با همین ا نوشته می شود، بن نمیگن، بن سن بن یعنی قریب مائل به حرف ا است. ف گ یوموشک گ. خب در اینجا یکون جون یوموشک، نه در اینجا یوموشک نیست دیگه، یوموشک. اصلا کلمه یوموشک نرم می شود، ملایم، یعنی گی ملایم، گی نرم. خب دوستان گرامی در حرف یوموشک بودیم. یوموشک گ مثلا قریب که تلفظ کردن نمی شود در بعضی کلمه ها و در بعضی کلمه ها قریب که به حرف غ خودمان مانند است و در بعضی حالت مثال گپ ای دراز را دارد، یعنی آواز ای دراز. مثلا در کلمه در نامی اردوغان خودمان اردوغان میگیم یا اردوغان، مثلا همین حرف هست، اما در زبان ترکی اردوغان یا که قریب که تلفظ نمیشد، اردوغان
یعنی قریب که تلفظ نمیشود و یک غی خیلی کم است، غی خیلی نرم ملایم است. بله واسه 91 خیلی گپ خوب زدن. خب کامنتی کسی را نخونده باشم معذرت میخوام. یکی چشم در کامنتی اپای باسیر زدن در یوتیوب قریب 10 افیر از باشون اهمیت نتین، هر کس مخلصی خود را دارد. خب بله ما در این موضوع خواستم بگم که در این کامنتر نو بحثی اون رفتی زد که فلان کس مثلا افیر کرد، خواهش میکنیم کسی افیر کرد نکرد در اینجا نگوین بهتر است. چخیلی که اپای باسیر گفتن در یوتیوب شاید در ما و شما 10 افیر باشد، اما در بعضی انسان ها شاید که صدها افیر رفتسته باشد. یا انسان ها میتونه که در 100 افیر اشتراک کنه مثلا. یعنی هر کجایی که برای کسی که چی افیر در کار است میره و اشتراک میکنه مثلا، نگون جای خفگی و ملالی نیست. استودنت که خوش باشید، سلامت باشین. استودنت که با فکر نازنین بودن، خوش آمدین افای نازنین. بله بله از اول افیر تیش آغاز کردم بود 2 نفر درس میرفت پیش. بله یه نفر باشد ما درس دوام میتیم، یه نفری که یعنی واقعا براش لازم باشد دوام میتیم. در کجا رسیدیم؟ در یوموشاگه گفتیم. یوموشاگه مثلا در کلمه درخت نیز هست آچ 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 یعنی درخت مثلا. و ه ای ژ یعنی نگاه کنیم ژ در زبان انگلیسی این جی خوانده می شود. ج یعنی آواز ج را دارد، ج. اما در زبان ترکیه که فرق دارد ژ تلفظ کرده می شود. ژ ک ل م ن او یعنی همین هم آ هست، اما آی قریب مانند به اوی تاجیکی، اوی دراز میگن که قریب به اوی تاجیکی مانند است. یعنی اورنجی در کلمه دانشجو مثلا هست اورنجی. اوز تجه خواهش میکنیم خلال نرسونین. یک بار آگاهتان کردیم که اینجا جای شناسایی نیست. خواهش. سلام علیکم سمیر. و علیکم سلام، خوش آمدین برادر سمیر. خب گفتیم پ ر س ش و این حرف ش است. ش ت او انا این با اویی که در زبان تاجیکی است، یعنی اوی دراز خیلی مانند است. و ی ز. خب این بود الفبای زبان ترکی و در اینجا باشد یعنی ön sözler همصداها و در این پره باشد ünlüler صدانک‌ها. خب همصداها برای همه ما شناس است، یعنی معلوم هستند، اما ünlüler یعنی صدانک‌ها باز به 2 گروه تقسیم میشوند. صدانک‌ها در زبان ترکی به 2 گروه تقسیم میشوند: صدانک‌های غفص، صدانک‌های باریک. صدانک‌های غفص، صدانک‌های باریک یعنی kalın گفته غفص را میگویند و اینجه گفته باریک را میگویند. اینجه باریک یعنی صدانک‌های غفص آ او هست،
و صدانک های باریک ا ای او او یعنی اینها بودن صدانک های باریک. و در اینجا باشد حرفلرین اوکنوشو یعنی طرزی تلفظ حرف ها. خب این طرز تلفظ علاقه خوندیم، اما نیا کنید در اینجا مثلا ا یگون چی ندارد، ا ب ج یعنی ب یعنی یک ای دارد، چطور که در زبان تاجیکی است ا ب و گ میگیم، ا ب ج چ د ا ف گ یمشک گ ه ا ای ژ ک ل م ن او ا پ ر س ش ت او و ی ز اینها بودن طرز تلفظشون. خب aşağıdaki boşlukları sırasıyla harflerle dolduralım. این موضوعی که alım elim dersi گرفتیم یعنی پر کنیم یعنی aşağıdaki boşlukları joyهای خالی زیر رو sırasıyla yani bu tertip harflerle bu hamrohi harfها dolduralım yani پر میکنیم. خب این وظیفه خانگی درسی آینده هر کس پیش از وقتی که درس می‌داریم کوشش کنیم که در کامنتاریا از حرف ا شروع کرده تا حرف ز حرف های زبان ترکی رو الفبای زبان ترکی رو می‌نویسیم و در پشتش در بین قوس مثلا ا یعنی طرز تلفظش ا، ب طرز تلفظش ب مثلا، یعنی هم حرف ها رو می‌نویسیم هم طرز تلفظش رو. در همین جا درس امروزه رو به انجام می‌رسونیم. موضوع درس امروزه الفبای زبان ترکی بود و از درس آینده یعنی پگاه ساعت 8 قسمت کنشما رو میگیم. کنشما یعنی صحبت کردن. خب یگان سوال پیشنهاد باشه بفرمایید، اگر نباشه افیر قطع میکنیم. خب ادمین گپ نیست برادر. سلامت باشه اوستاجی برای همدیگر فهمی. دلشو تجا خوش اومدین آقای سمیر. دسترخوان زیبا و علیکم سلام سمیر. ماما بلاگر تجا سمیر به هر دو کانالات بیو لایک مون. تشکر ماما بلاگر تجا اوستاجی ماما بلاگر لایک مونین دمان سمیر ماما بلاگر افجام با چشم بسیر نودک چند صدانک دارد. صدانک 8 اپای بسیر صدانک 8 دارد. خیلی که در اینجا آمده است یعنی 8 دانه صدانک. ا او ای او. خب کجا شد؟ 15 لایک اینو ماما بلاگر تجه کدام حرام دیزلایک مونده. اپای ماما بلاگر تجه اولا تشکر برای لایکتون 15 لایک. اگر همه کسا دیزلایک همونن با که نداره ما یکون جمعو کم نمیشه و با درسی ما یکون خلال نداره، با کانال هم یکون ضرر نداره، با مینوت هم یکون ضرر نداره. بنابراین وقتی که ضرر نداشت باشه چی در یعنی خواهش میکنیم از گپ های تحقیرآمیز خودداری کنیم خوب میشه. اوستاجی سبینه تجه سوزی بسیر 91 8 با فکر نتیجه. بله 8. سلام و علیکم سلام امیر. سلام برادر امیر خوش اومدین. خوش اومدین اپای سبینه. سمیر ماما بلاگر باشخونه بسم الله. سبینه شما ماما بلاگر می. سبینه اپا اینا ماما هو سبینه رحمت سمیر سلامت باشین اپا جون. خب ماما بلاگر почему вас такая странная логин کسی دستگیری میکنم سوزم من هر روز کانالش رکلام میکنم. سلامت باشین. تشکر زیاد اپای سبینه یا که ماما بلاگر تجه.
پزنده سمیه السلام علیکم و علیکم السلام. خوش آمدین اپای پزنده. سازن خوبه نمکسته شکر خدا خوبیم. Dilşot Ece hocam çok teşekkür ederim. 20 dakika sonra görüşürüz. Goodbye. Goodbye görüşürüz. Dilşot Ece. Roma MCTC salom ba hama hajdahamlek ve aleyküm salam خوش آمدین. Sabine TC بخشش استاد برای گپم بخیر است انشالله. خیر TC بریم کو مادر شام شید با همه جدایم نصیب. خوش آمدین اپای بصیر 91. سلامت باشین برای دستگیریتون. ما همین همه دسته کمیتر گه میخونیم و افره قد میکنیم. روما خوش آمدین. رحمت خوش باشین. فیو سلام علیکم معلم بادر کردم. و علیکم سلام فیو. بله افره از قد میکنیم بعد از 1 دقیقه و 2 دقیقه. زبان ترکی تمام شد. زبان انگلیسی بعد از 15 دقیقه یا 20 دقیقه سر میشه انشالله. یعنی ساعت 9. زبان انگلیسی. این بود زبان ترکی. دوستان گرامی در همینجا خداحافظی میکنیم تا که ما هم یک آمادگی بینیم برای درس انگلیسی. Bleksi teşekkür ederim. Abi birazdan sonra görüşürüz. Görüşürüz Bleksi. Teşekkür ederim. Ve rica ederim. Bakşiş برای درس داخل رسوندن باکی نداره. خیر است. شما بسم الله تشکر استاد. سلامت باشین. زنده و سربلند باشین. خب یه فیره قد میکنیم دوستان. بخشش زیاد که وقت کم داریم تا درس انگلیسی را. کی میشوه کانال مودم. کانالی مودم شاید نشسته باشین. اپای سمیه اینا کسی شدنی باشه مرحمت چکنین تشریف بیارین. اپای پزنده اینه یکم خدمشم نبودایم با فیرمای کانالی دسترخوان زیبا آمدین شما. اینه کانالی اپای سمیه یا خواهر سمیه یا مادر سمیه. پس ما 2000 زیادین باید подписаться کردنمون قرضدارتون کردیم در صفحه‌تون درس انگلیسی را میمونید که بعد 15 دقیقه بعد. سبینه چه همه داده رحمت برای اومدن اپای سمیه در خیر در امان الله باشین. شما نیز در امان الله باشین. زیبای اسپا سلام معلم با افیر سلام معلم با افیر پرتوین با تو آخرش فهمیم درس را. خوب انشالله افیر رو ثبت میشوند سخنرانی میشوند و میتونین بار دیگر تماشا کنن فرزنداتون یا خودتون. او رحمت سلامت باشین اپای پزنده. خوب برادرم تشکر زیاد. زیبا همشه در کانال سخنرانی میشن. بله سخنرانی میشن انشالله. خداوند نگهبان هر یکی ما و شما باشد. بهترین سلامت باشین. تشکر زیاد دوستان گرامی. خب کسی که زبان انگلیسی میخواد 15 دقیقه بعد درس انگلیسی را آغاز میکنیم. موفق و مؤید و سربلند باشین. افیره قد میکنیم دوستان. بخشش زیاد.